نمیتونم نفس بکشم. سوختم. آب میخوام. برای اولی شمع روشن میکنیم، هشتگ نه به نژاد پرستی میزنیم، حمایت میکنیم، دلسوزی میکنیم. اما برای دومی حقش بود کارگر افغانی. باز چی اومدن مملکت ما انسان‌ها به ظاهر منطقی و امروزیم، اما از درون نجات پرست. نژاد فقط آدم‌ها رو بر اساس دین، قبیله، رنگ پوست، زبان، مدل چهره از همدیگه جدا کرده. ولی نباید بذاریم یادمون بره که همه ما انسانیم. همدیگه رو درک کنیم و به همدیگه کمک کنیم. همه انسان‌ها لایق زندگی با آرامشن. مرزهای سیاسی رو نادیده بگیرید، کنار هم با وجود تفاوت‌ها از زندگی لذت ببرید. چون که یه باغچه با گلای مختلف زیباتره. من امروز 33 افغانم که در ایران میسوزم و در آمریکا نفسش قطع میشم.